رژیم جمهوری اسلامی هنگی مرحله چوک زانگبید انزوای بین المللی نیما آیسولیشن نیما کشک بیتد آئی سیاست بخصوص آئی نیوکلر پالیسی و اتمی طاقتور بیک یک مزنی بحرانی با انٹرنیشنل کمیونٹی یا جامع بین المللی ہیں. آیا شما احساس کریں کہ یہ آبزرویشن کہ ایران رژیم روز بروز بیشتر منزوی بیگن و سطحی رسته که آیا دوستی باقی نمانده آیا همچنین اگر به شکلین این منزوی بیگ ایران در سطح بین المللی آئی اثرات و بلوچستان نشنالیزم و بلوچ قوم راجی جهد و جنبش چی هستند؟ شما فرمایش واجد عبدالله کاملا درسته. جمهوری اسلامی علایت که از منزوی‌ترین رژیمان در دنیا هست. شان تنها دوستش کست همه حافظ اسد مردم سوریه ها که دوست رژیم جمهوری اسلامی نه، چون گیشتش رژیماتش بدن 90% نمیتونن یک کم حزب الله دوستانشان به خاطر همه سیاست ها غلطی که کرتهش بچه شام در هر کجای دنیا دخالت کنند. هم پچه دخالت کنند سالی چند صد میلیون دلار در لبنان حزب الله خرج کنند تا ولی در مورد بلوچان یک چیز او در خرج نکنند که یک مردم ایران هموطنی هم ملکن جسته و هاش بوجنگی واری شده دیگه ملکان. بعد در افغانستان هم دخالت کنند که باید هزاران شیعانشان گیشتر هم ببید. در لبنان همیشه هم در مورد شیعانشان چک کنند. در پاکستان هم دخالت کنند که شیعان باید گیشتر قدرت بید. در عراق که هر رو همه کار کنند. اگر شما ایک به حق مردمان چک کنی خارجی هم پچه به مردمات بلوچان کردن عربا همه حق قائل نمیکنن هم چه بده. بعد یک مسئله دیگه شیعن که شان لوتاند اسلحه اتمی یا هر چی که گوشند تا خب استفاده از انرژی هسته‌ای برای کارهای مسالمت آمیز خوبه تمام دنیا یک کنند. ولی این جمهوری اسلامی با توجه به سیاست‌های کشورها که در کشورهای دیگه دخالت کنند از گروه‌های تروریست حمایت کنند دنیای بهشان اعتماد نیشان توستن که اگر شاید بمب بیته چون یک رژیم دیکتاتوری یک رژیم ظالمی یک رژیمی که به قوانین بین الملل و عرف بین المللی اعتماد نه شان جامعه جهانی توصید که اگر شان همچین بمب بو ممکنه استفاده بکنند و عملا هم گفتش که شان لوتاد فلان کشور از بین ببرند و از یک طرف بچه مثلا اگر بمب اتم مثلا حل کرده خب پاکستان ها ولی چی که فقیره یک کس فقیره کره شمالی هم ها ولی یک کس فقیر ترین کشور کره جنوبی نه ولی بچه چونی پیشرفت کرده چونی پیشرفت کرده چون دموکراسی چون پیشرفت کرده چون آزادی. الان در زمان جمهوری اسلامی حداقل ایران وشن که ما خود کفا بودیم ولی در چه مورد خود کفا بودیم لمشکل ببوها کجا مشکلات حل کرده. تو پیک اول فکر نان و آب مردم و مردم ایران آزادی لوته آبادی لوته دموکراسی لوته عزت و احترام لوته نه که هر کس رو لوته بگیره زندان بکنه اعدام بکنه دور دین تا همه ظلمان کار رو در بلوچستان کنه که ماشین وارمان نگیرن کشل بدون محاکمه ها. آخر کجا دولت وظیفه‌ش اینه که شروط مردم حمایت کند. دولت با یک مردم ولی دولت که مردم شده انتخاب نکرده و تجربه انتخاب کرده و بعد به اصول ملت وحد بلوچان خب ما که سنی
وشان که ما براته مثلا آخر کجا برات یک ظلم که برات ما مسلمانیم ها در رهبری دنیا اسلام کنن ولی این ظلمی که در ایران روی بیچاره سنیان کردن روی بیچاره ها روی هیچ کس نکنن.